به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، امروز با هم در برنامه ترازوی عمل عاید قمارهای زمانوی صحبت میکنیم. متاسفانه هرچی تقدم زمان و تقدم تکنولوژیا و تکنولوژی می شود، هزار و یک نمود عملهایی که در شریعت نامشروع است بلکه حرام است و حتما باید صاحبش در دنیا و آخرت جزا بیند دارد زیاد می شود. از جمله این عملهایی که در شریعت حرام است و در عصر حاضر با وجود اینترنت خیلی خیلی رایج یافته است، این قمار می باشد. قماری که هزار و یک نمود دارد و بعضا ما نفهمیده داخل یک تجارت و یا یک مسابقه و یا یگان عقدهای دیگری می شویم بیخبر از آن که ما داریم قمار بازی میکنیم. برای همین امروز خواستیم همراه شما درباره قمارهای زمانوی صحبت کنیم و از نزدیک با این عملی که زشت و پلیدی هست و هم در قرآن کریم هم در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم حرام شده است با هم شناس شویم. پیش از همه بیایید بدانیم که معنای قمار باختن چیست. مقامره و میسر در زبان عربی و در زبان تاجیکی خودمان قمار میگویند که قمار گفته دو نفر و یا یک چند نفر به مابین یگان پول میگذارند و یا اینکه یگان عمل را شرط میگذارند. هر کسی که مغلوب شد او در این وقت خسران میبیند، پولش را میدهد و چیزی نمیگیرد. هر کسی که غالب شد پولی همه را میگیرد. گاهی میشود که مثلا 4 نفر به مابین پول می اندازند و هر نفری که در اینجا برد کرد تمام پول را میگیرد و 3 نفر در اینجا خسارت میبینند، چیزی نمیگیرند. گاهی شرط میمونند که الان با هم بازی میکنیم و یا یگان شرط دیگر اگر تو مغلوب شدی در این وقت در خانه من یگان کار میکنی یا یگان عمل را به او فرمایش میدهند. پس قمار میشود با عمل باشد و قمار این چنین میشود با پول و یا هر چیزی که ارزش داشته باشد. هر چیزی که مثلا حتی با یک لباس، با یک میوه، با یک چیزی عادی ترین هر چیزی که قدر و قیمت دارد و هر چیزی که عمل هست با این می شود قمار گفت و قمار بازی کرد که الان میبینیم که چقدر معامله های زمانوی هستند که در داخلشان قمار جایگیر شده است و چطوری که گفتیم قمار را الله در قرآن کریم در سوره مائده در آیت های 90 و 91 حرام کرده است. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ای آنهایی که ایمان آوردید، همان و خمر، تمام مشروبات مست کننده و هر چیزی که انسان را مست میکند، این چنین قمار به تمام نمودهایش و تمام نمودی بودها و تمام نمودی آلتهایی که با آن فال میبینند، اینها همش پلیدی از عملهای شیطان است. از اینها خودتان را دور کنید تا اینکه مفلح رستگار شوید، کامیاب شوید. همان الله ببخشید در این آیت در دوامش یک بار الله درباره برای چی حرام بودنش صحبت میکند. میگوید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان میخواهد با سبب خمر یعنی الکل و هر چیزی که مست میکند و این چنین با نمودهای قمار بین شما ای مسلمان ها بدبینی و دشمنی را جاری کند. وقتی دو نفر مست میشوند هر چی کینه ها بود میگویند و خرابکاری میکنند و به سبب ببخشید قمار هزارها عائله هایی هست که ویران شده است و برادرها با هم دشمن شده هستند و تا کشاکشی و چیزهای دیگر رفته است. یعنی اینها سببی حرام بودنی اساسیش در خود قمار و در موادهای مست کننده بین مردم دشمنی و البته ضیاع اموال است. مال مردم، پول مردم، دارایی مردم با یک بازی های احمقانه، با یک دقیقه های با شمار و لحظه ها تماما از آن یک نفری دیگر می شود و در این باره حدیث های زیاد هم هست. از جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم عیناً با خودی همین آیت صحبت کرده هستند که الله برای شما خمر و میسر را حرام گردانید و این چنین در صحیح بخاری حدیث است که حتی کفاره اش را پیامبر صلی الله علیه و سلم به قمار نزدیکی نکرده گفته هستند. پیامبر میگویند من حلف فقال فی
حلفه واللات والعزى فلیقل لا اله الا الله و من قال لصاحبه تعال اقامرک فلیتصدق. هر کسی که قسم خورد و بناگاه واللات و العزی گوید، همان از پس لا اله الا الله گوید، یعنی بجز الله به هر چیز دیگر قسم خورد، پس از آن لا اله الا الله گوید، برای اینکه یگانه با الله و صفاتهای الله و نامهای الله قسم باید خورد. و در دوامش میگویند اگر کسی از شما به یگان دوستش بگوید که بیا با هم قمار بازی میکنیم و یا شرط میمانیم که نمودهای شرط هم به قمار آمیختگی دارد، در این وقت باید صدقه کند، یگان چیز، یگان مالش را به یگان نفر برای کفاره فقط گفتن کلمه قمار. ببینید فقط برای گفتن کلمه تعالی اقامرک، بیا من با تو قمار بازی میکنم، باید صدقه کند. پس قمار به اجماع تمام علما، در نزد تمام علما حرام می باشد و نباید به قمار حتی نزدیکی کرد، نباید حتی نزدیکی کرد. و گفتیم الان مثلا در زمانهای پیش برای قماربازی یک جای مخصوصی بود، دکان مخصوصی بود، آلتهای مخصوصش بود و مردم می رفتن. الان باشد با تلفن خود در درون خانه خود، با کامپیوتر خود، عادی مردم می نشینند و به قمار آمیختگی دارند. حتی بعضی ها فکر هم نمی کنند که این کاری که کرده استادند همه اش قمار می باشد. از همه زیاد اگر ما گفتیم بر علا 100% ما قمار را در کازینوها و یا خیل مکانهایی که در آنجا قمار بازی هست و همه می دانند که اینجا طربخانه های شبانگاه هست یا این که در اینجا همه می روند و قمار می بازند، همه این را می دانیم که در داخلش و جز قمار همه فحش و فاحشگی هست و اساسا مردمی که به آنجا داخل می شوند مردمی از ایمان دور و اکثریت اهل فسق و اهل گناه کبیره می باشند. این را همه می دانیم که کازینوها جای قمار است و متاسفانه حتی در بعضی از دولت های مسلمان هم برای این اجازه دادگی هستند، گویا که مرکز سرخوشکنی و گویا چیزهای عادی است که مردم در آنجا رفته در یک شب میتوانند کل دارایی خود، کل ماشین و خانه و حتی بعضی نفرها اهل خانواده خود را به قمار میگذارند و از دست میدهند. این را همه میدونیم که در کازینو یا این گونه کلوب های شبانه قمار هست. اما در مسابقه هایی که عادی ترین مسابقه هایی که در شریعت حلال است، مثل فوتبال بازی، مثل دوادوی، اسب چرانی و چیزهای دیگر، در داخل این هم قمار است و گویا که مردم این رو همچون قمار نه، همچون یک معاملاتی ساده و معاملات حلال میدونن. چگونه ای که گفتیم وقتی به تعریف قمار معنای قمار چی است نگاه میکنید، هم در تفسیر همین آیت هم در تمام کتاب های فقه میگویند قمار همین است که یک چند نفر به مابین مبلغی رو و یا هر چیزی که در آن قیمت داشته باشد، ارزش داشته باشد میگذارند. در این وقت هر کسی که غالب آمد آن را میگیرد، بقیه دستشان خالی، چیزی مانده اشان را نمیگیرند. پس هر مسابقه که خواه مسابقه مشزنی باشد، خواه مسابقه های مثلا محاربه های بدون حدود، بای بسپراولچ خیلی که همه با زبان روسی گفتنش را عادت کردن، یا خود فوتبال یا دستخوابانی، هر چیزی دیگر هم باشد، اگر یک چند نفر پول گذاشتیم و انتظار آن هستیم که همون تیمی که ما دستگیری میکنیم، همون نفری که ورزشگری که ما دستگیری میکنیم، اگر او غالب آمد ما پولمون یک چند کره به دستمون می آید، در این وقت همانا این قمار است. پس هر مبلغی که شما بالای یگان ورزشگر و یا یگان تیم مخصوص، گروه مخصوص ورزشی میمونید و انتظار هستید، میدونید که اگر برد کرد شما هم برد میکنید، یعنی اگر همون ورزشگر برد کرد شما هم برد میکنید، اگر ورزشگر خسارت دید یا خود مغلوب شد شما هم پولتون از دست میرود، این الکه قمار میباشد. برای آنکه عیناً همون معنای قمار رو در نظر میگیرد، همه پول پرداختن، یک کس غالب آمد و یک چند نفر گرفتن، یک چند نفر دیگر نه. این یک قمار خیلی بزرگ است که الان در سطح جهانی از بازی های عمومی جهانی شروع کرده تا بازی های حتی بین محله و بین دهات ها این قمار رو ایجاد یافته است و مردم به این گویا همچون
مسابقه نگاه میکنن، نه همچون قمار. اما وقتی میبینیم که شما پول میگذارید و حتی بعضی از این بازی ها یک قسمش از همون مبلغ های مردم همچون قمار به مابین گذاشته میشود، الکی این همون قمار 100% است که در شریعت حرام میباشد. اما مثلا هر مسابقه که شما خودتان هم اشتراک میکنید و میدانید که این مسابقه خودی جایزه این مسابقه از پول قمار است. مثلا دو گروه با هم بازی میکنن یا دو نفر با هم دستخوابانی و یا گشتنگیری چیز دیگر میکنند. شرط بازی این است که هر دو گروه به مابین پول مینهند و هر کسی که غالب آمد اون نفر اون پول رو میگیرد و نفری باخت کرده چیزی نمیگیرد. الکی این خودش قمار است. 3-4 گروه فوتبالی یا خود یک چند دسته های فوتبال اگر جایزه آنها از یک طرفی بیرون از گروه نباشد یا فقط از یک نفر از یک گروه نباشد، همه دست جمعی به مابین پول مانده باشند و همان پول رو هر نفری که یا هر تیمی که غالب آمد بگیرد، الکی این خودش خود این چی می شود؟ قمار می شود. و حتی یکی از علما میگوید قمار رو شما با چارمغز وقتی کودک بازی میکنه در آن هم دیده میتوانید. یعنی وقتی میبینیم کودک ها در دست چارمغز دارند و در تاجیکستان هم این وجود دارد، بچه ها با هم بازی میکنن، هر کسی که با چارمغز دیگری را زد همش رو او میگیرد، اون نفری باخت کرده چیزی نمیگیرد. انا همین هم الکی قمار است برای اون که یک نفر برد کرد و یک مال را کسب کرد، یک نفری دیگر باخت و چیزی که در دستش بود در یک لحظه تماما به خاطر یک بازی عادی داد. لیکن مسابقه هایی که در آنجا جایزه را از تمام مردم جمع کرده با شرط و شروط، اگر این تیم گرفت شما میگیرید، اگر فلان نفری باخت شما نمیگیرید نباشد. جایزه را خود حکومت و یا جایزه را یک نفر ثروتمند یا جایزه را مثلا 3-4 گروه هست، یک گروه خودش جایزه مون گفت اگر من غالب آمدم من میگیرم، هر کسی که دیگر نفر غالب آمد او میگیرد. در اینجا این مسابقه حلال است به اتفاق تمام علما، برای آن که اینجا فقط برای کسی که پیروز شد جایزه معین کردن و در اینجا کسی باخت نمی کند. کسی در اینجا مالی که به مابین گذاشت آن را از دست نمی دهد. و خیلی که گفتیم گاهی می شود که دو نفر میگویند دست خوابانی میکنیم، یکیش میگوید اگر من باختم من چیزی رو خسارت نمی کنم، لیکن اگر تو در اینجا ببخشید دو نفر با هم دست خوابانی میکنند، مسئله رو وسیع‌تر گویم، میگوید در اینجا جایزه رو من میمونم، اگر تو غالب آمدی به تو میدهم، اگر من غالب آمدم پولی خودم است، یعنی چیزی نمیگیرم. در این وقت از یک طرف شده ایستاده است، یعنی جایزه رو یک طرف گذاشته ایستاده است، برای همین هیچ باکی نه. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، در مذهب امام شافعی، امام احمد، بجز مذهب امام مالک، اگر 3 گروه باشند، هر 3 گروه به مابین مبلغ گذاشته باشد، یک گروه دیگر آمده باشد و یگان خیلی مبلغ نگذارد، هم از قمار خارج است. برای آنکه اینجا یک گروه دیگر هم آمد یا یک نفر دیگر شریک شد که او مبلغ نگذاشت، هیچ مبلغی نگذاشت، اینجا هم نمیگوییم قمار شود. اما این هم خیلی به شبهه نزدیک است، برای آنکه بعضی از علما از جمله امام مالک میگویند به این هم نزدیکی نکنید، هرچی است به قمار خیلی شباهت دارد. پس جایزه ای که یک نفر میموند یا یک گروه خارج از مسابقه میموند یا اینکه یک نفر تماما مثلا سردار یا امام کسی دیگری میموند، اینجا هیچ قمار نیست. اما جایزه هایی که بینی هم پول میپرتند و بیایید همگی یک مسابقه تشکیل میکنیم، برای همه پول ها برای نفری که غالب آمد به او چیز خریده میدهیم یا خود تمام پول رو به او میدهیم، این عیناً همان قمار است، قماری که با مسابقه آمیخته شده است. و عیناً همین نمود مسابقه های قماری در بازی های تلویزیونی و در بازی های اینترنتی و تلفنی گفتیم وجود دارد. و این مسابقه هایی که الان گفتیم ما گروه ها رو میبینیم، خودمون شاید در تالار ورزشی اشتراک میکنیم یا خودمون در مسابقه هستیم. از این بدترش الان اکثریت شبکه های تلویزیونی بازی های دارند با نام
کی میخواهد میلیونر شود یا اینکه کی میخواهد یک بار ثروتمند شود که در همه برنامه ها یا خود در همه شبکه ها میتوانید پیدا کنید. از اول در شبکه های روسی هم وجود داشت. همه گمان میکنند که این مبلغ میلیون رو یا این مبلغ های زیاد رو خودی شبکه تلویزیونی به اون نفر میدهد، به همون نفر میدهد، در حالی که این شبکه ها یا خود این برنامه هایی که میخواهد میلیونر شود 1,000,000 رو میدهند و صدها میلیون کار میکنند. برای آنکه شرط و شروطی به این مسابقه اشتراک کردن، حتما باید تلفنی صحبت کرده شود، در تلفن به یک چند سوال جواب داده شود که قیمت 1 دقیقه تلفنی با این برنامه یا با این شبکه از دیگر تلفن های عادی تا 100 مراتب بالا است. یا باید از طریقه رساله ها پیامک های تلفنی پیام فرستاده شود که یک پیامک نرخش 100 مراتب از پیامک عادی فرق میکند. از این هم بدتر شرط و شروط این است که برای آمدن به برنامه ما به این سوال ها جواب میدید در تلفن یا خود همین مبلغ رو میگذارد، هر کسی که میخواد اعضا شود سپس بیاید. پس تصور کنید نکم از میلیون نفر شاید یا 100,000 نفر شاید تلفن کند و برای 1 دقیقه تلفنش چقدر باید به تلفنش مبلغ گذارد که شرکه های موبایلی با این گونه تلویزیونی ها یا خود شبکه های تلویزیونی همراه هستند و میلیون رو اول خودشون میگیرن، یک مقداری کمش رو به کسی که سوال و جواب کرد یا خود غالب آمد میدهند که ما گمان میکنیم انا این شبکه ها این پول ها رو داده است، در حالی که قماری 100% هست که اینها در همین برنامه تشکیل کرده اشون جاری کردگی هستند، اما کسی از این خبر ندارد که این برنامه استادش، پیدایشش، رفتش همش از قمار می باشد. همین گونه از همه قمار مشهور دیگری که حتی حکومت ها به این راضی هستند، حتی شرکت های عادی ترین به این کار دست دارند، لاتاری یا لاتو های مشهور در سال نو، در عید نوروز، در هفته، در یک شنبه می آید که این لاتاری رو یک چند نفر میخرد، از بین اون از طریقه قرعه کشی باشد یا از چیزی دیگر همگی 10 نفر پیروز می شود. تصور کنید 500,000 کس شاید لاتاری خرید، 10 نفری آنها از داخل آنها در اینجا غالب آمد. البته که 100% این هم قمار است، همون قماری هست که یک گروهی میدان و گروهی بهت کلان حتی بین یک جمهوری کلان یا یک دولتی کلان از این بازی میکنن و در کوچه هم میفروشن. متاسفانه در مکتب ها هم میروند و لاتو میفروشن یا لاتاری میفروشن، در حالی که قمار است. یعنی به کودکان مکتب خان الکه یاد داده ایستادن که شما میتوانید قمار بازی را از الان شروع کنید. یعنی این هم در تاجیکستان است هم در دیگر دولت ها هست. 100% قمار است. هر یک لاتاری که فروخته می شود، هر کسی که در آن اشتراک می کند و خودتان تصور کنید که چند نفر لاتاری می خرد و چند نفر از آن برد می کند و مبلغی به مابین جمع شده است. چه است که از همین نمود لاتاری ها چقدر، یعنی کاغذچه های ساخته شده، چقدر انسان ها، چقدر دزد و غارتگرها الان خیلی ثروتمند شده ایستادن که این قماری 100% می باشد. و باز بعضی از بازی های اینترنتی هست، بازی های بچگانه یا بازی های عادی که برای در آن بازی غالب آمدن یا غالب آمدن هم نه، در آنجا یک جایزه تعیین کردگی هستند که برای غالب آمده چنین جایزه وجود دارد، اما برای در آن بازی اشتراک کردن کمترین مبلغ رو باید گذاری. همین کمترین مبلغی که میگذاری یک تونه چند صد نفر هست، پس اون جایزه یک مقدار کم است. گفتیم از 100,000 دلار شاید 1,000 دلار رو به یک کس جایزه میدین، بقیهش همش از آنی خودش می باشد. این هم قمار 100%. و یک قمار خیلی عجیبه که مردم تماما خبر ندارند، این قمارهایی که در میدانچه های بازی بچه ها یا در خود مرکزهای تجارتی وجود دارد. مرکزهای تجارتی که برای یک خرسک را گرفتن یا یگان بازیچه را گرفتن یا خود تیرزنی کردن، حتما یک پول کم را به اونجا میدهید
بعدن شما تیرزنی میکنید یا با اون اسباب بازیچه رو گرفتن رو حرکت میکنید. اگر در حدود 1 دقیقه یا یک مقدار کم بازیچه رو به خود نگرفتید، پولتان به هدر رفت. اکثریت کودک ها این رو خیلی دوست میدارن، گمان میکنن این یک بازی هست که با 1 روبل یا خود $1 در هر جا باشید هم خیلی پولی کم است، با یک پولی کم این بازی رو بازی کرده می شود. این هم عین قمار است. شما به اونجا پول مونده ایستادید، اگر برد کردید یک بازیچه رو میگیرید، برد نکردید نمیگیرید که از صدها نفر 1 نفر یا 2 نفر بازی میکنن، چی تیرزنی باشد چی چیزهای دیگر. پس این نمود بازی ها، مسابقه هایی که من پول مونده ایستادم، پولی من نقد است، معلوم است، اما من غالب می اویم یا نه، این پول رو بر میگردانم یا نه، اگر خسارت دیدم پول من بر هدر می رود، نیست و نابود می شود، اینها همه اش می شود میسر یا همون قماری حرام شده. و چی خیلی که گفتیم اینها همش مسابقه ها هستند، اما مسابقه هایی که در آنجا یگان خیلی پول نمیگذارید. مثلا اعلام میکنن اساسا بعضی از شبکه های اسلامی که ما مسابقه داریم و مسابقه ما از طریقه سوال جواب است، سوال ها رو شما خوانید، جوابش رو دهید، از طریقه قرعه کشی کدام کسی که غالب آمد، مثلا اگر غالبان خیلی زیاد باشند هدیه فرستاده می شود. اینها 100% حلال است، برای اینکه شما یگان خیلی مبلغ هم نمیگذارید، برای اینترنت پول هم صرف نمیکنید، تلفنی صحبت هم نمیکنید، فقط به سایت آنها داخل میشوید و سوال و جواب را پره میکنید، میفرستید و شاید که شما غالب آمدید و جایزه گرفتید. یعنی این یک برای رایج یافتن یا بالا کردن سطح علمی مردم مسلمان، اساساً بعضی از سایت های خیریه چنین سایت ها رو تشکیل کردن که هر کسی که درباره سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم یا چیزهای دیگر اگر یگان کار کرد یا یگان کتاب نوشت یا به سوال ها جواب داد، برایش جایزه میدهیم که در این وقت این یگان خیلی به قمار داخل نمی شود. به یک مسابقه اشتراک کردید و پول گرفتید. لیکن ما یک مسابقه داریم، مسابقه علمی، حتی مسابقه علمی اسلامی، لیکن هر کسی که شرکت کردن میخواهد باید 10 روبل دهد، باید 100 سومان دهد، باید $1 دهد، بعد از این سوال جواب کند و شاید غالب آید و پول گیرد. این هم قمار است، اگرچه مسابقه اسلامی باشد. برای اینکه برای اشتراک کردن شما مبلغ گذاشته ایستادید و این گونه مثل شما خیلی زیاد است و شما نمیدانید که شما در اینجا باخت میکنید یا برد میکنید و اگر در اینجا مغلوب آمدید پولتون رفت. یعنی این الکه قمار است، اگر که نامش چی است؟ نامش مسابقه اسلامی باشد. و عیناً همین خیلی در تمام مسئله هایی که دو طرف پول گذاشتن یا اینکه شرط موندن، شرطی که در تاجیکستان خیلی مشهور است، بخشش این رو مراهنه میگویند در زبان عربی، که مراهنه هم خودش یک نوع قمار است که مثلا با هم شرط میگذارن، اگر تو این رو توانستی من به تو این رو میدهم، اگر نتوانستی اون نفر تو به من میدهی. یعنی 2 نفر در اینجا هستن، حتما یک نفر خسارت دید، اون خسارت دیده یا خود باخت کرده مغلوب شده پول به نفری میدهد که او برید یا خود مغلوب شد. البته این هم در هر شرطی که هست، الکه این شرط خودش قمار است، برای اینکه اگر کردی نه، اگر نکردی نه، با هم در اینجا درباره مبلغ یا کار گپ زده ایستادن که نباید این گونه شرط و شروط بین 2 نفر از خسارت مالی یا یگان عمل جسمانی کرده شود. و درباره تجارت ها عزیزان، در داخل شرکت ها و یا مغازه های خیلی مشهور هم نمودهای قمار هست. علل خصوص بعضی از کالاهایی که به فروش نمی رود به داخل او هدیه میگذارند و اون کالا رو به همه جا رکلام میکنن، اعلان میکنن که همین کالا در داخلش یکی از چنین هدیه ها دارد و نرخش رو هم میافزایند. یعنی مردم اینجا فقط به خاطر در داخلش هدیه بوده میخرد و شاید در داخلش هدیه نباشد، برای اینکه اگر اینجا 1000 تا کالا باشد شاید به 10 تایش آنها چیکار کردن؟ هدیه گذاشتن، که این هم یک نمود قمار است. اما عادی شما یگان چیز رو با پول خودش، با نرخ خودش خریدید و در داخلش هدیه برآمد، خیلی خوب است، شانس است. لیکن مخصوص شاید هدیه دارد گویان یک چیزی که به شما ضرور نیست یا یک چیزی رو از مبلغش زیاد خریدن، در اینجا این هم یک نمود تجارتی هست که آمیختگی به قمار دارد و نباید از این استفاده کنند.
و درباره بعضی از نمودی کوپون ها یا بعضی از نمودی چیزهای دیگر هم که می شود، اگر در تمام کالا کوپون گذاشتن یا در تمامش هدیه گذاشتن و گفتن هر کس خرید هدیه هم هست، نرخش هم نرخ خودش هست، باکی ندارد، برای اینکه نرخ هم بالا نیست و در تمام آن هدیه هست. اما در بعضیش هدیه گذاشتند و نرخ رو بالا کردند، الکی این نمودی قمار است که تاجر یا خود صاحب همون کالا میخواهد هم کالاش فروخته شود، هم با از طریقه قمار چقدر پول زیادی گیرد که این نمود تجارت هم خیلی رایج یافته است. اما بعضی از مغازه هایی که برای هر یک مشتری خود یگان هدیه تقدیم میکنند، بعضی از تخفیضات یا خود بعضی چیزها رو ارزان کرده میستن، این به قمار هیچ رابطه ندارد. قمار همین است که همگی یک پول صرف کرده ایستادن و شاید که چیزی برد کنند، شاید نه. و اینجا وقتی گفتیم این قمارها از کازینو سر کرده تا اینترنت داخل خانه ما، تا مسابقه های ورزشی و تا تجارت های عادی هست، هر جایی که شما 100% میدانید که در آنجا قمار هست و از طریق قمار پول مردم رو میگیرن و شما در این شرکت کار میکنید و همراهشان هستید، در این جایها کار کردن هم حرام است. برای آنکه چگونه ای که درباره عرق فروختن یا خوردن عرق، پیامبر صلی الله علیه و سلم هم فروشنده اش، هم خرنده اش، هم سازنده اش، هم حتی حمال برنده آن همش را لعنت کردگی هستند. هر کاری که گناهی کبیره می باشد، اشتراک کردن در آن، کمک کردن در آن هم گناه می باشد و نباید شخص مسلمان در کازینو یا هر جایی که از طریق قمار در آنجا بازی می شود، در آن جایها بازی نکند. و قمارها یا خود لاتاری های مشهور دیگری بلاگرهای هم هست. بلاگرهایی که میگویند ما یک مسابقه تشکیل کرده ایستاده ایم، از طریق همین سایت داخل میشوید و هر یک نفری شما یک سنت، یک پولی کم کم در اینجا داخل میکنید و در آخر شاید یکی از شما صاحب ماشین شوید، صاحب خانه شوید، صاحب چیز دیگر، یک دنیا مردم با آنها مبلغ گذاری میکند و یک نفر یا دو نفر صاحب یگان ماشین چیز دیگر میشود. بقیه مبلغ را این انسانی حرامخور که گویا که قمار را از طریق مسابقه به مردم نشان داد، صاحب آن می شود. برای همین وقتی می بینید که در اینترنت یگان نمود مسابقه تشکیل شده ایستاده است، حتما باید عزیزان با این خیلی خیلی احتیاط شویم، برای آنکه با برآمدن خیلی که گفتیم این شبکه اینترنتی، نمودهای قمار زمانوی هم خیلی زیاد رایج یافته ایستاده است و ما خود بخبر هستیم. و درباره بازی های بچه های هم خیلی که گفتم در ابن کثیر هم آمده است که همین بازی که با 4 مغز کودکان میکنن الکی قمار است. باید پدر و مادر خیلی احتیاط شود، برای آنکه کودک ها این گونه بازی ها را دوست میدارن، شرط ماندن را دوست میدارن، با 4 مغز بازی کردن را دوست میدارن. اگر توانستی پول میدهی، نتوانستی من میدهم. از این چیزها یک چند چیزهایی هست که با پول و با یگان چیز، حتی با یک شرط زدن و کارهای دیگر، باید از کودکی پدر و مادر به این چیز خیلی مواظبت کنند که این چیز حرام است، این چیز قمار است، نباید به دهانت گیری، نباید این نمود بازی ها رو انجام دی. اما بقیه بازی ها انشاءالله در این باره هم یک برنامه دیگر، کدام بازی ها در شریعت حرام است، کدامش جایز است و کدامش جایز نیست و آیا عموما با بازی تمامی الان که اکثریت مشغول بازی های اینترنت و چیز دیگر هستند، تا کجا شریعت اجازت میدهد، با هم انشاءالله صحبت میکنیم. این بود موضوع ما شنوندگان عزیز درباره قمارهای معاصر یا خود زمانویی که بیخبر هستیم و خیلی خیلی در همه جا دارد سرش رو میبردارد. الان میگذاریم به قسم سوال ها و تا توان به سوال های شما جواب میگردانیم. سوال یکم، دو کس اگر شرط بازند، یکی را شرط را باید دهد و مبلغ شرط را دهد، آیا این قمار می شود؟ آره، درباره همین الان صحبت کرده ایستادم که این همان مراهنه و مراهنه در شریعت قمار است. عین شکل قمار است که دو نفر به مابین مبلغ گذاشتن یا مبلغ نگذاشتن، هم همین خیلی هر دو میدونن که مبلغ هست. اگر تو در اینجا غالب آمدی، یعنی گپی تو اگر شد، فلانچی اگر باخت یا چیزی دیگر، اگر گپی تو شد، تمام من به تو پول میدیم. نه، اگر گپی تو نه آمد و گپی من شد، تو به من میدی. این عیناً همون قمار است که تماما جایز نیست و متاسفانه در تاجیکستان مردم عادت کردن بیاید شرط میزنیم، بیاید شرط میبازیم، مبلغ چنان است، مبلغ چنان است. 100% در شریعت این قمار میباشد. سوالی دیگر،
بای بیس پراول در یو اف سی که حبیب بازی میکند قمار است. من درباره بازی حبیب و تا چه اندازه پول ها از کجا می آید راستی گپ در این باره خوندگی نیستم، معلومات که ندارم نباید گویم، یعنی از پیش خود فتوا دیم. لیکن هر بای بیس پراول یا هر بازی های دیگری که مثلا گوشتینگیری باشد چیز دیگر باشد در آنجا دو طرف مبلغ گذارد یا خودی بیننده ها مبلغ گذارند و اون چیزی که قهرمان آن بازی به دست می آورد از پول تماشابین ها یا از پول آن طرف باشد، این علاقه قمار است که اکثریت بای بیس پراول ها و شاید گفتیم 90% بازی های چنین عمومی جهانی الان از خود بیننده ها و از دو طرف می شود. کسی که بازی کرده استوده است او هم مبلغ می گذارد و اون رقیب او هم مبلغ می گذارد، علاوه بر این تماشابین های هم مبلغ می گذارند. برابر زن و زنی وحشیانه دو نفر را دیدن ببینید با هم قمار هم می بازند، با هم قمار هم می بازند که حرام می باشد. سوال دیگر، بلوگرها لاتاری می فروشند، ماشین می مانند، مهاجران لاتاری می خرند. بعد بلوگر در آخر درون یک ظرف کاغذهای رقم لاتاری نوشته را انداخته یکش را گرفته می کشاید. بعد صاحبی همان لاتاری که رقم در آن از ماشین ها برد می کند. همین قمار می شود؟ البته که قمار می شود. من گفته ایستادم که یکی از قمارهای مشهورترین در عصر حاضر این لاتاری می باشد که بعضی از حکومت ها اجازه داده، گفتم همه حکومت ها اجازه داده هستند، دیگر بعضی نگویم، و حتی در مکتب ها لاتاری می فروشند. البته که همه لاتاری میخرد، یک نفر برد میکند. فکر کنید یک ماشینی که اون بلوگر داد نرخش چند سوم است و چند نفر لاتاری خرید. زیاده از مثلا 200,000 کس لاتاری خرید به مبلغ گفتیم $1 و شاید که اون ماشین $20,000 باشد. بلوگر چقدر کار کرد و همه اون $1 پرتافته ها چی کار کردن و یک نفر در اینجا خیلی شده است که گویا که او از پول حلال صاحب ماشین شد. البته که 100% قمار است و این گونه انسان ها اگر از روی شریعت امر کرده شود زندان کرده شوند و حتی که بعضی از علما مثلا از این هم جزای سخت‌تر میگویند و در قیامت هم جواب میگوید. یعنی پول، ماشین همش 100% حرام میباشد. کارت بازی به پول گناه است یا اینکه نه؟ التماس جواب گوید به پول بازی کنی. درباره کارت بازی و درباره بازی های دیگری که در آن قمار آلوده نیست، مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم بازی شطرنج را حرام گفته که هستند. هر کسی که شطرنج بازی کرد او به من گناه کرده است یا که از امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گناه کرده است. یعنی عموما درباره شطرنج با حدیث دیگر است که هر کسی که با شطرنج دستش رو آلوده میکند گویا که به گوشت و به روغن خوک آلوده کرده است، این گناه است شطرنج. اما شطرنج همون نرده که در تاجیکستان نرد میگویند، نردشیر هم میگویند در زبان عربی. اگر دانید یگان در آنجا یگان خیلی فکر انسان هم کار نمی کند، جسم انسان هم کار نمی کند. همین خیلی دو کوبیکچه رو گرفته میپرتویند و از روی شانس که چی افتاد و چی بازی کرده میروند. میگویند هیچ فایده که این بازی ندارد، نه به ذهن انسان نه به جسم انسان. پیامبر صلی الله علیه و سلم این را حرام کردند و اکثریت علما میگویند هر بازی که نه فایده جسمی باشد، البته هر بازی که بیرون از قمار که بود و چی نباشد، اما تو مسابقه های دینی باشد هم حرام است. یعنی به پول هر مسابقه که انسان نه فکران در آن کار میکند، نه جسما نه به فکرش نه به جسمش فایده دارد و به خود همان نرد داخل می شود. الان ببینید که آیا در کارت بازی شما فکران کار میکنید، این هم از روی شانس میبینید که به شما چی اومده است تقسیم کرد، تمام هیچ فایده ندارد. لیکن اما شахмати که است، انسان خیلی در اونجا ذاکره خود را استفاده میبرد، خیلی باید فکر کند در این باره. برای میگه شطرنج به فکر انسان و شахмат به ذهن انسان فایده دارد. برای همین هر بازی که به ذهن شما به جسم شما فایده دارد حلال است، البته بی قمار. و هر بازی که یگان خیل به شما نه نروتان در آنجا یگان خیل، یعنی عصب شما در حالتی کار کرده پیشروی است نه جسمتان، و به همان نمودی شطرنج داخل می شود. سوال دیگر،
اگر برای یک نفر بگویی که فلان کار رو اجرا کنی یا در فلان مسابقه غالب شوی یک خوراک خوبت میکنم، آیا این قمار میشود یا نه؟ البته که قمار نمیشود. شما برای یک نفر یگان کار کردنش جایزه به او گفته ایستادید که همین خیلی تو رو قدردانی میکنم، جایزه ات میدیم. اما گفتید که اگر فلان کار رو کردی به تو من خوراک میدهم، نکردی تو به من خوراک میدهی، اگر غالب آمدی من به تو، اگر غالب نآمدی تو به من میدهی، این خودش شرط است و قمار است. لیکن شما از پیش خودتان گفتید که من به تو همچون تشکر یا خود قدردانی همین چیز رو میدهم، این وعدهتان است، باید اجرا هم کنید، اما این قمار نیست. سوال دیگر، 2 نفر شرط باخته بودیم که فلان دختر اگر برای خانه‌دار شوی به من راضی شود پولی مصرف توی را تو میدهی، اگر به تو راضی شود پولی مصرف توی را من میدهم. آیا همین قمار است؟ 100% قمار است. این همون شرط هایی است که قمار است و نباید این گونه شرط نبسته شود، نداده شود. 100% این چیز قمار است، به یگان اختلاف. برای اینکه قمار چه خیلی که گفتیم، صورت قمار وقتی که درباره میسر الله صحبت میکند و یا وقتی در خودی صحیح بخاری و کتاب مسلم و دیگر کتاب ها درباره قمار حدیث ها آمده است، در دوامش میخواند که قمار همین است که 2 نفر مبلغ گذاشتن یا 2 نفر شرط گذاشتن که کسی غالب آمده یا گپی کسی که راست برآمد به او این نفر میدهد، نه این به او میدهد. یعنی در اینجا یک نفر حتما خسارت دیده ایستاده است. وقتی که آن دختر راضی شد و شما گرفتید، شما و نفر پولش رو میدهد، او زیان دیده ایستاده است. این همان قمار 100% می باشد. سوال دیگر، اگر مسابقه بین 2 کمانده باشد اما سپانسر مسابقه یگان شرکت و یا تاجر باشد، آیا این قمار می شود؟ البته که این قمار نمی شود، برای آنکه دو گروهی که مسابقه کرده ایستادند در اینجا یگان خیلی مبلغ نگذاشتن و من چه خیلی که گفتم، اگر یک گروه خودش، یعنی 2 گروه نیو فقط از یک طرف جایزه را یک گروه ماند یا یک نفری عموما بیرون از گروه در اینجا سرپرستی کند، این قمار نیست. قمار اگر 2 گروه مانند و هر کسی که غالب آمد او مبلغ را گیرد، یا یک چند نفری بازیگر به مابین مبلغ مانند و یا حتی یک چند نفری مخلصان همان برنامه پول مانند و طرفی که غالب شد یک گروه گیرن، یک گروه دست خالی برگردن. انا این قمار است. اینجا که سپانسر یا خود سرپرست دیگر نفر است، 100% این مسابقه حلال است و حتی که فقط یک گروه ماند و گروه دیگر با آنها اشتراک کند هم، این در اینجا یگان خیلی قمار وجود ندارد. سوال دیگر، و فکرم همه سوال ها یک خیل آمده ایستاده است. برای همین سوال ها اگر یک خیل آمد من جواب نمیدیم تو که وقتی شما را نگیرم و تکرار به تکرار یک گپ را نگویم. اگر مسابقه بین 2 کمانده باشد اما سپانسر مسابقه یگان شرکت و یا تاجر باشد، آیا این قمار می شود؟ جوابش رو الان گفتم که این هرگز قمار نمی شود، برای آنکه سپانسر از خارج است. سوال دیگر، من یک شرکت دارم در چین، بازیچه های کلان استحصال میکنیم. در درون قوطی بازیچه برای هوسمند کردن خریدار سورپریز یگان بازیچه دیگری خرد میمونیم. برای سورپریز شده خریدار ما زیاد میشود، آیا این قمار است؟ اگر همون قوطی هایی که در آن بازیچه هست نرخش فرق نکند، یعنی به خاطر سورپریزی که موندید شما نرخ زیاد نمونده باشید، نرخ عیناً همون نرخ عادی باشد، اینجا قمار نیست و مقصد شما فقط هوسمند کردن است و مردم با مبلغ عادی بازیچه میخرد و در داخلش یک سورپریز دیگر میگیرد که خیلی خرسند میشود. اینجا یگان خیلی قمار نیست. اما شما یک سورپریز موندید و مردم نمیدوند که اون چی است و نرخ خود بازیچه رو بالا کردید و به مردم اعلان کردید که همین رو با همین مبلغ خریدید، در داخلش یگان چیز میبراید و مردم یگان چیز چی باشد گویان از مبلغ خودش هم بالاتر خریداری کردن، این قمار است، برای اینکه مردم زیاد از این خریداری میکنند و به خاطر همان بازیچه ها نیو به خاطر سورپریزی که در داخل آن است و مبلغ از نرخ عادی بالا هست. اما مبلغ نرخ عادی است و شما میخواهید مشتری زیاد داشته باشید، با این نموده هوسمند کردن در اینجا باکی ندارد. سوال، من یوتیوبر هستم، در برنامه من شرکت های مالی خودشان را رکلام کرده به من پول میدهند، آیا این قمار است یا نه؟ شرکت های مالی که به شما
реклама мемонанд дар дохили барномаҳои шумо. Агар ширкатҳои дар ин ҷо дар бораи қимор на, дар бораи қимор гап намеравад. Барои он ки қимор чӣ хеле ки гуфтем, маънои қимор ин аст ки якчанд кас ба мобайн пул мепартоянд ё якчанд нафар ягон кореро мекунанду дар охир як нафар ҳама пулро мегирад ё як қисм ҳама пулро мегирад, як қисм бепул мемонанд. ин ҷо як нафар барои он ки моли ӯро ё колои ӯро реклама кунед, барои шумо пул медиҳад. Пеш аз ҳама ин оё ҳамин хел тиҷорат ё ҳамин хел намуди пулкор кардан ҳалол аст ё на? Ҳатман бояд бубинем ки ширкатҳои молие ки ба шумо пул медиҳанду шумо онҳоро дар ютубатон реклама мекунед, кадом ширкатҳо ҳастанд? Оё бо ҳалол кор мекунанд ё бо ҳаром? Сипас оё шумо мардумро ба дин даъват мекунед ё ягон ба чизҳои оддӣ? Яъне баъзе аз блогерҳое ҳастанд ки гӯё ки ба мардум кӯмак карда истодаанд, валекин мақсади асосияшон рекламаҳоро дохил кардану пуркор кардан аст. Фиреби мардум аст ки маро тамошо кунед, дар он ҷо якчанд рекламаро нишон медиҳанд. Ин ҷо ғишу фиребгарӣ ҳаст. Ва чизи дигар, агар мабодо моли ҳаром ё ҳар чизе ки шубҳанок бошад рекламааш дар канали шумо равад, шумо ҳам дар он шарик мешавед. Лекин шумо мегӯед барои ютуби маро пеш бурдан илоҷ нест, ман ҳам ба мардум кӯмак мекунам ва аз мардум ҳеҷ ҳаққе намегираму якто ё дуто ширкатҳое ки ҳалол кор мекунанд онҳоро реклама мекунам. Дар ин ҷо валлоҳу аълам иншоалло ки боқӣ надорад, валекин ҳатман бояд бо ягон мутахассиси дигар ҳамсӯҳбат шавем ва ҳатман бояд бидонем ки ютуби шумо дар бораи чӣ дар ютуб шумо кор мекунед, яъне рафти барномаҳоятон чӣ аст ва чӣ чизҳоро реклама мекунед. Инҳоро ҳатман бояд дониста баъдан ягон хулоса гирем ва ҳатман бояд бо ягон устозони дигар дар ин бора машварат кунем. Аммо худ аз худ ки ман намедонам ширкатҳои молӣ кадом ширкат аст, шумо чӣ гуна ютубер ҳастед ва мардум барои чӣ шуморо тамошо мекунанд, оё гуфта наметавонам. Аммо 100% ин қимор нест. Барои ин ки ба қимор ин дохил намешавад, шумо аз мардуми оддӣ ягон хел пул нагирифта истодаед. Саволи дигар: байни фарзандон ҷоиза таъин карда мусобиқаи китобхонӣ ё ҳифз ташкил кунӣ қимор мешавад ё на? Албатта ки қимор намешавад. Шумо агар аз ҳамаи фарзандон пул гиред, гӯед ҳамаи ин ҷо яксомони парто, кадомет ки хуб ҳифзи Қуръон кардӣ ё хеле хуб китоб хондӣ, ҳамаи пулҳо асту ин қимор аст. Ин ҷо фарзандо дар мусобиқаи шумо иштирок карда истодаанд, шумо дар ин ҷо ҷоиза гузошта истодед. Ягон хел дар ин ҷо қимор вуҷуд надорад ва беҳтарин аст барои он ки фарзандонро ҳам барои ҳифз кардан, ҳам барои китоб хондан ин намуд мусобиқаҳои оилавӣ хеле хеле ташвиқ мекунад. Барои ҳамин ҳеҷ қимор нест. Аммо дидед ки ҳамамон ба мобайн ягон чиз мегузорем ё ин ки ҳар касе ки бурд кард фалон чизҳоро мегирад, дигарон намегиранд, ин аллакай қимор мешавад. Саволи дигар: агар дар бозор мол қиммат шавад, молро дошта истода вақти қимматшавиаш фурӯшӣ мумкин аст ё на? ин дар бораи эҳтикор аст. Мавзӯе ки савол додед дар бораи эҳтикор аст. Вал муҳтакиру малъун мегӯянд, ҳадис аст дар ин бора, агарчи дар санадаш ихтилоф аст байни уламо. Маънояш ин аст ки аммо муҳтакире ки ин ҷо гуфта истодем, агар шумо як қисм молро харида монед, барои захира карданаш дар хона нигоҳубин кунед, яъне барои захира кардан ҳам ҳатман бояд анбори хуб дошта бошед. Худатон баъзе аз молҳо ҳаст ки ҳатман бояд дар атрофи вай давр занед, то ки кирм назанад, чизи дигар нашавад. Ва ҳамаи моли бозорро неву як қисмашро харидед ва дар зимистон мисли дигар тоҷирҳо баровардеду фурӯхтед қимматтар карда. Ва сабаби қиммат карданатон ҳам худатон медонед ки алон вақт масалан баҳор буду, зимистон шуд, шумо барои ин вақт сарф кардед, барои ин меҳнат кардед, ҷудо кардед. Дар ин ҷо ҳаққи ҳалол аст. Аммо эҳтикоре ки дар шариат ҳаром аст, инро монополия мегӯянд бо забони русӣ. Тамоми ҳамон моли кулли як бозорро аз они худ мекунед, баъд мардум вайро намеёбанд аз ҳеҷ ҷо, шумо мебарореду қиммат карда мефурӯшед, ки ширкатҳои монополия дар Тоҷикистон хеле зиёд аст. Ана ин ба лаънати Аллоҳу ба лаънати паёмбар гирифтор шуда инсонҳое ҳастанд ки тамоми чиз, яъне
اگر مثلا یک کالا باشد همون کالا رو همش رو جمع کرده میخرید، پولتون زیاد است، مردم به وای چیز محتاج میشوند، هیچ کس اون رو پیدا نمیکند، قیمت کرده همش رو برآورده میفروشید. انا این جایز نیست. لیکن در زمستان خریدید و در بهار فروختید، در بهار خریدید و در زمستان فروختید و نرخ هم اونقدر بالا نکردید، برای ذخیره کردن وقت جدا کردین، این یک نمود تجارتی عادی می باشد. سوال دیگر، در تلفن پریلژنی بازی هست، بچه ها بازی میکنن، کامنده شده، اچکو میگیرند، پول مونده میبازند، پول را از این کمانده نه آن کمانده صاحب نمی شود، فقط غالب به حال معین می شود. صاحب پرژنی فقط پول کار میکند. این قمار است، 100% قمار است، یکی از قمارهای مشهور اینترنتی و دزدی مال بچه ها علل خصوص کودکای بیچاره همین است. یعنی که اینجا قمار گویا که خال است یا یک قهرمانی هست. پول میپرتوی که یک خال دیگر گیری، پول میپرتوی سلاحت قوی تر شود، جسمت کلان تر شود، یعنی در داخل بازی. البته این قمار است، اگرچه اینجا مثلا پول فایده نیست، لیکن یک چیز ارزشمندی گفتیم معنوی، یک قهرمان شدن، خال زیاد گرفتن، یا با گفتی روزها از این اوروون یا از این مرحله به مرحله دیگری بازی برآمدن، قمار است که خیلی باید به این احتیاط شود که یگان نمودی بازی های اینترنتی که در داخل پول پرتافته خال زیاد گرفته از این بازی مرحله دوم مرحله سوم میروند، اینها همش حرام می باشد. سوال دیگر، سوالی ختم امروزه رو ختم امروزه شخصانی هست میگویند شب یا اینکه یگان روزها داد و گرفت مالی و پولی من است، چی میگوید؟ راستی گپ من نفهمیدم، آخرین سوال رو نفهمیدم، خوندم و نفهمیدم درباره چی است. عزیزان به فکرم با همین سوال ها به آخر رسید. اگر خواهر که سوال رو فرستادید درستتر میفرستادید معین کرده، من حتما جواب میگفتم تا پایان برنامه، ولی الان نفهمیدم. پس بیایید یک خلاصه گیری کنیم درباره قماری که امروز با هم صحبت کردیم و چه خیلی که گفتم متاسفانه مردم ما با دور شدن از خود شریعت، با دور شدن از نصوص های شریعت، قمارها رو نه قمار چی است درست میدانیم، نه چی گناه دارد میدانیم، نه به این کار جدی نگاه میکنیم. بچه ها بازی میکنن با چارمغز، بچه ها بازی میکنن با اینترنت، بچه ها بازی میکنن در درون خانه با شرط اینکه 1 تومن تو رو میزنم، نه تو مرا 1 تومن میزنی اگر برد کرده و از این چیزها، به این یگان خیلی نگاه نمیکنیم. چیز دیگر این است که عزیزان گمان میکنیم که ما مسابقه تماشا کرده استادیم، ما مثلا محاربه های بدون حدود نگاه کرده استادیم، ما فوتبال بازی و چیز دیگر نگاه کرده استادیم و مبلغ هم گذاشتیم که شاید همین تیم یا همین گروه بالا شود و ما مبلغ گیریم و لاتاری هایی که بعضی ها به یگان شرم و حیا هزارها بار رکلام میکنن که از این لاتاری خرید تا همین ماه وقت دارید و جایزه این بار خیلی بزرگ است، از آنها هم بیخبر هستیم. برای همین وقتی که یک مسابقه شد یا یک تجارت شد یا هر چیز دیگری که شد در آنجا مبلغ گذاشتن استفاده می شود و هر کسی که باخت یا خود مغلوب آمد پولی دادگیش رفت، هر کسی که برید او گرفت، در اینجا حتما باید بدانید که این قمار است. پس به امید اون که قمار رو شناسیم، به آن نزدیکی نکنیم و زندگی ما، درآمد ما از پولی حلال باشد تا که فرزندان صالح بزرگ کنیم و خودمان هم دعاهایمان اجابت شود که شرط اجابت دعا حلال خوردن است، شرط فرزند صالح بزرگ کردن از حلال طعام دادن است. شمایان را به الله می سپارم تا برنامه‌های دیگری ترازوی عمل در پناه الله یکتا باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.